سلام به شما دوستان عزیز موشکاف. مطابق آخرین اخبار باصله، شمارش معکوس آخرین دور مذاکرات هسته‌ای شروع شده و استخون جویدن تو نظام بدجوری بالا گرفته. اوباش دلواپس و دلارام نظام شروع کردن به تحلیل و گمان زنی و بحث و فک زنی و این حرفا. از حاج حسین دلواپس کیهان مداری شروع میکنیم و ذکر مصیبتش برای عظما. استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران گفت هیچ نشانه ای از بازی برد در توافق ژنو وجود ندارد. بر اساس برنامه اقدام مشترک، ایران پذیرفت که گاز UF6 را به UO2 تبدیل کند. در واقع هر آنچه که در طی 10 سال و با هزینه بسیار به دست آورده بودیم برباد رفت. مثل آن است که از بهترین مواد غذایی بخواهیم کود شیمیایی درست کنیم. اینجاست که اهالی بیت باید چراغا رو خاموش کنن و بزنن بر سینه و بر سر. این همه انتری نژاد قپی میومد که قراره برن فضا، از اون بالا جهان رو اداره کنن. حالا معلوم شد ماحصل سگ دو زدن 10 ساله جون برای نظام تبدیل مواد غذایی به کود بوده. حالا باقی داستان آه و ناله های دلواپسان رو از زبون یکی دیگه از ورق پاره های باند ولایت بشنوید. نتیجه این است که توافق نهایی به سرایت پیدا کردن فشارها به دیگر حوزه‌ها، به ویژه 3 حوزه موشکی، حقوق بشر و منطقه‌ای خواهد انجامید و ایران را در حالی که برگ برنده‌های خود در مسئله هسته‌ای را از دست داده، درگیر بحران‌های بزرگتر و امتیازخواهی‌های 100 برابر افزونتر خواهد کرد. خوشم میاد همه تو نظام پیشگو شدن، از همین جرعه اول تا ته خط عظما رو میخونن. اما از این آه و ناله های دلواپس معاونه که بگذریم، میرسیم به جلوز و ولز باند شیخ فری واسه مذاکرات، اونم از زبون سرتیم مذاکره کننده یعنی الاغچی. بنابراین وجود یک جدول زمانی برای برداشته شدن تحریم ها در مقابل اقداماتی که طرف ما باید انجام بده، باز یکی از قسمت های سخت مذاکراتی ما خواهد بود. و موضوعات دیگه به همین من دیگه وارد جزئیات نمیشم. در همه موضوعاتی که جناب عالی اشاره کردید یا بعضا هست که اشاره نفرمودید، اختلافات کم و بیش ادامه داره. در بعضی از مسائل ما تونستیم گزینه‌هایی رو پیدا بکنیم، حداقل پیشنهاداتی وجود داره، راهگشایی‌هایی بعضن شده بعضن نشده و کماکان مذاکرات ما ادامه داره. با این حال همونطور که عرض کردم ما ناامید نیستیم برای رسیدن به نتیجه. ملاحظه می‌کنید اون میگه همه زحمات 10 سالمون به باد فنا رفت، همه دستاوردها کود شد. یکی میگه ناامید نیستیم، مذاکرات ادامه داره. تازه همه رو ول کنید اینجا رو بچسبید، ببینید چه سوتی میده این الاغچی. بحث عراق همونطور که شما باز اشاره کردید یکی از موضوعات جدی ما هست. عراق خب یک راکتوری هست که با آب سنگین کار میکنه. البته ما درک میکنیم که یک راکتور آب سنگین به طور طبیعی نگرانی هایی در موردش وجود داره. به هر حال برای کسانی که تمایل رسیدن یا قصد رسیدن به بمب اتمی رو دارن یا داشتن در قبل، نیروگاه‌های یا راکتورهای آب سنگین خب وسیله مناسبی بود. هیچی دیگه، یهو بگو هلیگدا عمامشو برداره موهاشو میکروبی بزنه دیگه. تمایل عظما برای بمب اتمی رو هم که لو دادی، آخرش هم که میگی باید طرف حسابا رو درک کرد و خاک سایت عراق رو به توبره کشید. آخه اولاغ چی؟ نرمش ذلیلانه تا کجا؟ پس تحریم ها رو چی میگی؟ که این تحریم شرکت هایی که الان وضع کردن اینا تحریم های جدید نیست، همون تحریم های گذشته رو در حقیقت دارن اجرا میکنن. چون این تحریم ها یا چون این شرکت ها یا افراد اون تحریم های موجود رو دور زدن به قول معروف و نقض کردن از دید آمریکایی ها، بنابراین در لیست سیاه تحریم ها اینها رو اضافه میکنن. به به به. پس پیشنهاد موشکاف اینه که بعد این تحریما یه تشکرنامه هم واسه شیطان بزرگ بفرست. رفقا میبینید این دم آخری چه بزنی تو نظام را افتاده؟ یکی از مصیبت‌های آینده میترسه،
اون یکی میگه مذاکره و دیگه هیچ. حالا باید منتظر موند و ته خط رو دید. اینجا همون دورایی عظماست که رو تخت بیمارستان با خودش میخونه بخورم یا نخورم، بخورم یا نخورم. رقصای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.